سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل یوتیوب من. امروز میخوام یکی از چالش های اینستاگرام که خیلی ترند شده رو با هم بریم امتحان کنیم. و اون چیه؟ اون بمب وانه، بهش میگن بس بمب. و اینکه من از اپلیکیشن نون این بس بمب رو سفارش دادم. حدود قیمتش هم شد 100 درهم. بریم که با هم آنباکسش کنیم. Just for you برندش. چون من برند خیلی معروفی توی این زمینه واسه شو بخوایم پیدا نکردم. دادادادن. خب اول که یه کارت تبریک خوشگل فرستادن با دو تا شاخه کوچولو نمیدونم چیه، شبیه گندمه. شما به کسی که هدیه میدین میتونین داخلش براش چیزای قشنگ بنویسین، چیزای خوشگل. خب یه دونه چشم‌بند داره. من رنگ لیمونش رو انتخاب کردم، بچه رنگ‌های دیگه هم داشتم. قبلا صورتیش هم گرفته بودم، صورتیش هم خیلی مثل باربی میمونه. یه دونه چشم‌بند داره. چه بوی لیمون خوبی هم میده. اینم شمه، اینم جوراب بعد از تمومه. در واقع ببینید این یه ستیه که میتونید گیفت به صورت گیفت شما برین کادو بدین به بقیه. مطمئنم که خیلی هم باحاله و خوششون میاد. هم جورابش هم اینجاش یه قلب خوشگل داره. این لیوانه یا همون نمیدونم ماگه، نمیدونم چی بهش میگن، مثل اینکه گرم نگه میداره. درش هم این شکلیه، یکی دو ساعت گرم نگه میداره. توی توضیحاتش موقع خرید دیدم. خدا اینم یه هدبند مامانی. بچه تو ویدیو هم از این استفاده میکنم، خیلی ناناسه. پاپیون هم داره. اینم یه صابونه که نوشته بود روش نوشته بود دایموند سوپ، مثلا شفاف و شبیه الماسه. و اینا هم نی و اینجور چیزاست برای این. اینم نمک وانه بچه ها. اینم همون بس بمبه که موقعی که شما وانو پر از آب کردین و حالا بابل بسم ریختین، اینو میندازین داخلش. این هم کف میکنه، کف بیشتر میکنه و کفی که مثلا رنگ سبز و زرده، خیلی خوشگل میشه. حالا پس بریم ببینیم.
We're having a destination wedding. The Caribbean. Bruce is renting a beautiful villa so our families can spend time together, so you'll come. You can take the time off, and I will give you the money you need for your tuition. Why do you need me to go? I mean, I didn't even know that you were engaged. Hello, Fiona. Come on. خب بچه‌ها می‌خواستم بهتون بگم که اینکه هفته یه بار شما همچین روتینی داشته باشین هم برای پوستتون و برای سلامتیتون خیلی خوبه، هم آرامش اعصاب میاره، همین که یه تفریح بامزه است دیگه. من که الان دارم فیلم میبینم، یه فیلم جدید سیندرلا این د کریبین، اونو دارم میبینم. به نظرم که باحال این کار بکنید. همزمان کلینزرم استفاده کردم. بعد از وانم حتما از کره بدن یا بادی لوشن های حالا چیزایی که خودم دارم استفاده میکنم. گذاشتم یه کره بدن از رودو میخوام امروز استفاده کنم. اینه، من عاشقشم. رود برند هلی بیبر. What took you so long? I didn't know where to go, and I thought you'd wait for me. You were left at the airport? Oh, our taxi was full. Ashlyn was a dear to come after us, especially since she knew how eager I was to see you. Well, I'm so glad we're all here. Ashlyn? Eager I was to see you. Well, I'm so glad we're all here. Ashlyn? I'm Bruce. It's very nice to finally meet you. I've heard great things about you. Oh, thank you. It's wonderful to meet you too. Congratulations on the... Help her with her bags, Jerry. Mom thought you'd feel at home in this room. Thanks. How you been? Busy? Must be sports season. It always is somewhere. How much you betting on? None of your business. It's not about that judgy tone of yours. If anyone asks, I'm a sports statistician. That sounds official. I know more than I lose. Sure you do. Mom's fine with it. And Bruce? Bruce. Sports statistician. You misspell statistician. You normally write a student at the table